مولا رجب خلیفه و سرور عبدالشکور پهلوانانی که در مرحله نهایی وزنی تا 65 کیلو قرار دارند، هر دو از تاجیکستان. تلاششان امروز خیلی در سطح بلند بود. این زمان مولا رجب حمله های زیادترند. در این وزن از کشورهای دیگر از روسیه، از ایران، کرغیزستان، ازبکستان پهلوانان زیاد بودند. و ورزشکاران ما از خود یک مهارت خیلی خوبی شایسته نشان دادند. سهراب خوب می‌زند. در فرصتی اول هم که راستی با احساسات راه دادیم. سرور رقابت را باخت، جای سیوم را گرفت به همراهی مسلم بیگ کریم. و رقابت سهراب و مولا رجب خلیفه جریان دارد. سهراب با کیف سبز پوشی در میدان بودند. سلاله با کیف ها بازی خیلی هم شهرت و نفوذی شایسته دارد در تاجیکستان. فرزندان رستم با کیف هم سهراب عدد جای سیوم را گرفت در وزن تا 78 کیلو از پهلوان ازبکستان در مرحله نیمه نهایی ناکام شد. سهراب در این وزن به فینال رفت. سبزپوشه که این چه هر برسه مخلصان زیاد دارد. نواهای تفاری دقت دیگه بدن بیکار شد و سهراب باقی و پهلو برگزاری گردید. همه کار جدی شد. مولا رجب راهی دیگر ندارد، مجبور است که دیگر حرکت را دیگر سمت را اختیار کند و پیش می رود. این کار میکند، یعنی طرز گوشتینگیری از روی قاعده های گوشتین ملی باید جریان گیرد. و سهراب آگاهی دادند. سهراب مولا رجب خلیفه را با یک پرتافت پهلو عین حال دچار ناکامی کرد. این کار چگونه ادامه می‌یابد تا آخری این لحظات متوجه میکنیم. در مسابقه ششم جام رئیس شهر دوشنبه $10,000 برندگان مدال طلا قدردانی می‌گردند. $5,000 وسیله نفرانی که وسیله دوم می‌روند و $2,500 دو مقام سوم افتخاری. این خیلی انعامی عالی و شایسته است. سهراب اندکی تکتیک را دیگر کرد. فکر میکنم مولا رجب خلیفه جهت روانی خود را باید استوارتر سازد، چون از روی تجربه قهرمان جهان است. قدرت ادامه با سرعت و جالب نیروسنجی را دارد. وقتی چندان زیاد باقی نمانده است، سهراب باقی با مولا رجب خلیفه الان تلاش خود را باز هم شدت دیگر می‌دهیم.
نشتر مولا رجب که با باخ روبرو است اینجا باقی حتما احتیاط کارانه عمل میکنند کناری راست مخلصانی زیادی باقی کن نیمه چپ هواداران مولا رجب خلیفه است قرار دارند باز هم تکاپو و تلاش و مبارزش خیلی هم پرشیده تر میگرده احسن و سهرابه راستی همه میگفتن که مولا رجب خلیفه است اینجا فاوریت یا پیشتاز و پیشرفت است اما میدان دیگر چی نشان داده وقتی که از سعید احتم علی مردانوف این چهره شکست برد بسیاری از مخلصان گفتند که مولا رجب خلیفه خود را آزاد گذاشته بود چون روندی مبارزه امروزه چی را نشان می‌دهد خود باور ندارد خود باور ندارد باور اشاره دارد که خیزید رقابت را ادامه دهید پهلو با دو پهلو سهراب باقیوف اینجا ظفر می‌یابد و برنده در این بخوری المپیاد نصیبی نماینده جمهوری تاجیکستان سهراب باقیوف. This is contest winner representing Tajikistan, Sohrab